الله سبحانه و تعالی، ببینید دوستان، اگر این سفر رو نشون بدن در سوره انفال آیه است. اصلا سوره انفال رو خاصتا در این گونه مواقع، در مواقعی که درگیری بین مسلمان ها و کفار در هر منطقه از جهان رخ میده، در فلسطین، در هر جای دیگر، دوستان سوره انفال، سوره توبه رو حتما باید بخوانید. خاصا سوره انفال خیلی مهم هست بخوانید، با ترجمه، با تفسیر از تفاسیر معتبر بخوانید. خیلی درس های بزرگی در این سوره وجود دارد، در سوره انفال، و بحث عموما در مورد جنگ و جهاد و غنیمت و صلح و ولا برا و این مسائل هست. اصل بر این است که الله سبحانه و تعالی هیچ وقت ذلت و خواری رو برای مسلمان ها نمیخواهد. الله متعال میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما اندوهگین نشوید، سست نشوید، شما برتر هستید هر وقتی که مؤمن باشید. یعنی اگر شما واقعا مؤمن باشید، واقعا به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشید، از شکست، از فتنه ها، از مشکلات و سختی ها، از هجرت، از بمباران ها، از محاصره ها، از این مشکلات سختی هایی که در زندگی باش مواجه میشید نترسید، اندوهگین هم نباشید، ناراحت هم نباشید. شما در هر حالت پیروز هستید، در هر صورت شما برتر هستید اگر مؤمن باشید، یعنی اگر واقعا به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشید. به همین دلیل هر وضعیتی که برای مسلمان ها اتفاق بیفته در دنیا، به طور مثال مسلمان اگر کشته بشه شهید است. شیخ الاسلام ابن تیمیه یک حرف بسیار جالبی داره. شما میدونید که ایشان در طول زندگی خود سختی ها و مشکلات زیادی رو متحمل شد. دشمنان، تاجران دین فروشان، صوفی های مزخرف خاصتا توطئه ها بر علیه ایشان کردن و اکثر عمرش رو در زندان گذراندن. در زندان اکثر عمر خودش رو گذراندن و خیلی از تألیفات گرانبهایی که امروز از ایشان به جا مانده و در بین مسلمان ها منتشر شده، بعضیاش بعد از 600 سال 500 سال این کتاب ها نشر شده. حتی چند روز قبل در جمعی از علما و دوستان ذکر شد از یکی از علمای معاصر که همه عمر خودش رو وقف جمع‌آوری آثار شیخ الاسلام ابن تیمیه کرده. حتی میگفتن که مثلا میشنید که در هند، مثلا در کتابخانه دیوبند، مثلا در اونجا یک مخطوطی است، یک دستنویسی است به اسم شیخ الاسلام ابن تیمیه. میگن سفر میکرد، میرفت اونجا و این کتاب رو میخرید به مبالغ بسیار هنگفتی، گاهی اوقات مجبور بود که بخره چون بعضیا سوء استفاده میکردن. یا میشید که مثلا در موزه آثار مخطوط مثلا اسلامی در لندن چند صفحه مثلا از مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیه است. میرفت اونجا سفر میکرد و اینها رو جمع‌آوری میکرد تا اینکه موفق میشه که ایشان همه آثاری که از ایشان به جا مانده بود در سراسر دنیا همه رو جمع‌آوری بکنه و مجموع فتاوای شیخ الاسلام تیمیه، منهاج السنه و خیلی از کتاب‌های دیگر ایشان در همین 50-60 سال اخیر چاپ شده. شما تصور بکنید این شخص اکثر عمر خودش رو در زندان گذرانده، ظلم، شکنجه، تعذیب، وضعیت خیلی زشت و بدی که سپری کردن. اما حتی بعضی از شاگردانش میگن گریه میکردن که بعد از مرگشون چه خواهد شد. یعنی این عالم، این همه علم، این همه، امروز حتی دشمنان او در خیلی از موارد جایی که گیر میکنن بعد استناد میکنن که بالا، حتی بعضیا اصلا کراهیت دارن که اسمش رو ذکر بکنن، میگن بالا شیخ الاسلام در یکی از کتابای خود چنین گفته است. حرف جالبی داره، میگه که دشمنانم با من چیکار میخوان بکنن؟ انا جنتی و بستانی فی صدری. میگه جنت من، باغ من، آسایش و آرامی من در سینه من هست. اگر مرا بکشن شهید میشم، اگر مرا زندان بکنن با پروردگار خودم خلوت میکنم، اگر مرا تبعید بکنن
به سیر و سیاحت در سرزمین الله سبحانه و تعالی میپردازم. دشمن چیکار میخواد با ما بکنه؟ این حال مسلمان واقعی است. حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به جهاد میرفتن به نیت دو چیز نیکو و دو پیروزی و دو کامیابی، احدی الحسنیین میگفتن نصیب ما میشود، یا شهادت یا پیروزی. پیروز بشیم سعادت است، شهید بشیم هم سعادت است. این رو کسانی درک میکنن که مؤمن واقعی باشن. الله سبحانه و تعالی، برمیگردیم به سوال دوستمون، در سوره انفال آیه 60 دوستان اگر نشون بدن، در اینجا میفرماید که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما آمادگی بگیرید و از سلاح استفاده بکنید، از نیرو و قوت استفاده بکنید، و من رباط الخیل، و از اسب‌هایی که به اصطلاح آماده شده برای جهاد، ترهبون به عدو الله و عدوکم، که به وسیله آن بترسانید، هشدار بدهید به دشمنان الله و دشمنانتان. امروز میگن که تروریست، ارهابی یا به عربی مسلمان ها ارهابی هستند. بله، مسلمان ها وقتی که مورد ظلم قرار بگیرن، مورد شکنجه قرار بگیرن، باید مورد تجاوز قرار بگیرن، باید در مقابل دشمنانشان از نیرو و قوت و از ارهاب استفاده کنند. در اینجا حتی کلمه ترهبون بهی که در به معنی ترساندن، به معنی هشدار دادن، به معنی ایجاد خوف و وحشت در میان دشمنان هست. الله متعال به ما امر میکنه که ما باید از قوت استفاده بکنیم، ضعیف نباشیم، سست نباشیم. امروز مثلا از پیشرفته ترین سلاح‌ها باید مسلمان ها استفاده بکنن، به علم، به تکنولوژی باید اهمیت بدن و در نه برای تجاوز و تعدی مانند کفار، بلکه برای دفاع از خود و برای دفاع از مظلومان جهان باید از نیرو و قوت استفاده بکنن. طبعا در بین مسلمان ها تنها در مقابل مسلمان ها کفار که نیستن، و آخرین من دونهم، و غیر از این کفار کسانی هستند از اینها پایین تر، لا تعلمونهم، شما آنها را نمیشناسید، شما آنها را نمیدانید، الله یعلمهم، الله آنها را میشناسد، میداند که اینها کیا هستند. اینا کیا هستند؟ منافقین هستند. منافقین در بین جامعه اسلامی هر زمان وجود داشتند. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، در زمان خلفای راشدین، تا امروز هم هستند. یک کمی اگر به مسلمان ها ضرر رسید، میگه ما به شما نگفته بودیم؟ ما نگفته بودیم که این کارا رو نکنید؟ مثلا در مورد غزوه احد وقتی که مسلمان ها به جهاد رفتن، طبعا در اونجا شکست خوردن، شهید شدن، 70 و چند نفر از بهترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدن، تعداد زیادی زخمی شدن، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زخمی شدن. منافقین دیگه شروع کردن، مگه ما به شما نگفته بودیم؟ نگفته بودیم نرید؟ نگفته بودیم این کارو نکنید؟ زورتون نمیرسه، اونها نمیدونم نیرو دارن، قوت دارن، سلاح دارن، فلان دارن. حتی در اون زمان هم این حرفا رو میزدن. اینها منافقین هستن. نه دل و گرده جهاد رو دارن که برن با مسلمان ها در مقابل دشمن بایستن، نه ایمان و صبر و پایداری رو دارن که تحمل بکنن این چیزها رو. همیشه حرفشون چی است؟ مسلمان ها شکست که بخورن چی میگن؟ میگن که ما خود گفته بودیم که شما نرید. اما وقتی که مسلمان ها پیروز شدن، در اون موقع چی کار میکنن؟ میگن که ما که با شما بودیم، ما با شما در جهاد بودیم، ما با شما کمک کردیم، ما همیشه در کنار شما بودیم، ما فلان بودیم، این بودیم، اون بودیم. همیشه از هر موقفی میخوان به نفع خودشون استفاده کنن. این صفت کی است؟ صفت منافقین هست. امروز هم تعدادی از منافقین میان چی میگن؟
حالا حماس مثلا بعد از 2 سال جنگ کردن، این همه کشته دادن، غزه رو خراب کردن، خب اینا چه سودی بردن؟ چی شد مگه؟ چه فایده ای کردن؟ این همه کشته دادن نتیجهش چی شد؟ اینها چون منافقن همه چیز رو بر اساس مادیات میسنجن. به طور مثال یکی میگفت خب ببین کفار رو ببین، ساختمان های بلند دارن، برج ها دارن، تکنولوژی دارن، در آسایش و رفاه زندگی میکنن. مسلمان ها رو نگاه کن، در به در، خاک به سر، وضعیت هر گوشه بری جنگ. اینها همه چیز رو بر اساس همین مادیات دنیا میسنجن. یکی دیگه مثلا چی میگفت؟ میگفت ببین کشورهای اسلامی در چه وضعیتی دارن زندگی میکنن، کفار دارن در چه وضعیتی زندگی میکنن. بله اونها ساختمانهای بلند ساختن، اما نتونستن انسانی با همت بلند بسازن. تکنولوژی رو خوب ازش استفاده کردن، اما در استفاده از انسانیت ناکام شدن. به خاطر همین خیلی از تحلیلگرانی که امروز این مسئله رو از این دیدگاه تحلیل میکنن که حالا نتیجه چی شد، اینها همیشه مادیات برایشان مهم هست. خانه ها خراب شد، زیربناها خراب شد، 60-70 هزار نفر کشته شدن، نتیجه چی شد؟ ببینید هیچ وقت نتیجه رو با آن چیزی که ما داریم میبینیم، آن چیزی که ما داریم حس میکنیم نباید بسنجیم. اگر اینطوری باشه خب رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه رفتن در جنگ احد، 60-70 نفرم شهید شدن، پس بی نتیجه بود. نتیجه چی شد؟ اما نتیجه احد چند سال بعد در فتح مکه آشکار شد. به هر صورت برمیگردیم، این همه این مقدمات به خاطر آیه بعدی بود که دوستان اگر که اینجا نشون بدن و این جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. و اگر آنها مایل به صلح شدن، گفتن بیایید صلح بکنیم، حالا به هر سببی باشه. جنگ شد، شما هم اونا رو زدید، اونها هم شما رو زدن. در جنگ یعنی تنها این نیست که مثلا 60-70 هزار نفر از مسلمان ها شهید شدن، یهودی ها یعنی اسرائیلی ها هیچ ضرری ندیدن. نه، اونها هم به اندازه کافی ضرر دیدن. این آیه رو ببینید، الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان می کند این یمسسکم قرح، اگر که به شما زخمی رسید، گزندی رسید، فقد مس القوم قرح مثله، اونها هم زخم دیدن، اونها هم کشته شدن، زخمی شدن. اونها نیست که همشون سالم باشن، یعنی هیچ مشکلی برای اینها ایجاد نشده باشه. و تلک الایام نداولها بین الناس، و این روزها رو ما میگردانیم بین مردم. یک روز مسلمان ها پیروز میشن، یک روز کفار پیروز میشن. هدف چی است؟ این یک امتحان است. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا که الله سبحانه و تعالی آشکار بکند مؤمنین واقعی را. و یتخذ منکم شهدا، و از بین شما شهدا را برگزیند. ببینید یتخذ منکم شهدا یعنی الله سبحانه و تعالی انتخاب بکند از بین شما. خیلی ها بودن آرزوی شهادت داشتن، 20 سال 30 سال در جنگ ها در جهاد شرکت کردن، اما هنوزم زنده هستن. یک نفری رفت در روز دوم سوم شهید شد. این شهادت بر اساس آرزو و هوا و هوس ما نیست. الله سبحانه و تعالی شهدا رو انتخاب میکنه، درون انسانها رو میبینه، درون مجاهدین رو میبینه، کدامشان مخلص است، کدامشان لیاقت شهادت رو داره، او رو به مرتبه شهادت میرسانه. والله لا يحب الظالمین، و الله سبحانه و تعالی ظالمین رو دوست ندارد. حکمت دیگر این پیروزی ها و شکست ها چی است؟ ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تا الله سبحانه و تعالی کسانی را که مؤمن واقعی هستند اونها رو پاک و خالص بگرداند. مؤمن واقعی، باور کنید ما مسلمان ها باید از کودکان فلسطینی درس ایمان بگیریم، درس اخلاص بگیریم. طرف پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش شهید شدن، اما مردانه وای میسته،
کودک 7 ساله 8 ساله وای میسته در جلوی میکروفون خبرنگار چی میگه؟ میگه همه ما فدای فلسطین، همه ما فدای اسلام. باید اینایی که امروز تحلیل میکنن بر اساس مادیات دنیا باید از این کودک درس ایمان بگیرن، درس اخلاص بگیرن. الله سبحانه و تعالی این پیروزی و شکست ها رو میاره تا که انسان ها رو چیکار بکنه؟ پاک بگردانه. اگر آمریکا نمی اومد ما این همه ملاها و مجاهدین و رهبران جهادی و قماندانان جهادی منافق رو از کجا میشناختیم؟ سیافوف رو از کجا میشناختید شما اگر که آمریکا نمی اومد؟ تا امروز اگر آمریکا نمی اومد فکر میکردید که یک مجاهد مخلص رهبر جهاد عالم بزرگ است. آمریکا اومد چهره واقعیش معلوم شد، رفت در کنار کفار ایستاد بر علیه مسلمان ها. این روزهای پیروزی و شکست رو الله متعال میاره تا چی بشه؟ این مؤمن واقعی و منافق رو از هم جدا بکنه. بعد از اون میگه که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شو فکر کردید همینطوری میخواهید که بدون براحتی وارد جنت بشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، تا که قبل از این که الله آشکار بکنه مجاهدین واقعی رو و صابرین رو، انسانهای صبر پیشه واقعی رو، قبل از این که الله متعال آشکار بکنه شما میخواهید همینطور برید جنت؟ یا به اصطلاح امروز مثلا قبل از این که یک شاگردی که درس خوانده و یک شاگردی که درس نخوانده در کجا معلوم میشه؟ در امتحان کانکور معلوم میشه. کسی که 12 سال با واسطه و با پول و با رشوت رفته مثلا شهادت نامه گرفته، نمره گرفته، یا نه واقعا با جد و جهد و با تلاش و کوشش رفته درس خونده، رفته به یک مقامی رسیده، به یک مقام علمی رسیده، همه اینا کجا معلوم میشه؟ در روز امتحان معلوم میشه. و این پیروزی ها و شکست ها رو الله متعال میاره تا کسانی که واقعا مؤمن واقعی هستند و اهلیت وارد شدن به جنت رو دارن از کسانی که فقط ادعای دروغین دارن رو مشخص بکنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، میخواید همینطوری مفت وارد جنت بشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، قبل از اینکه الله مجاهدین واقعی و صبر پیشگان واقعی رو مشخص بکنه. امروز کسی که برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، همسرش، عزیزانش رو از دست داده و صبر میکنه و تحمل میکنه فرق میگیره با اون کسی که در کوچکترین مصیبتی تمام همه چیز رو میبازه، دین، ایمان، تقوا، همه چیز رو از دست میده. بعد از اون الله متعال چی میگه؟ ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. پیش از اون همه مثلا ببینید هر کس جلوی دور بله ما آرزو داریم که در راه الله متعال به شهادت برسیم، اما روز امتحان که اومد بعد ببین که در زیر زمین رفته در پناهگاه پنهان میشه. آرزوی شهادت رو همه میکنن اما وقت امتحان بیاد اون وقت معلوم میشه که شهادت طلب واقعی کیست، مجاهد واقعی کیست، مؤمن واقعی کیست. پس الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر که دشمن بعد از جهاد، بعد از درگیری که رخ میداد اگر مایل به صلح بود شما صلح بکنید، چون مسلمان ها جنگ طلب نیستن. مسلمان ها جنگ طلب نیستن. در طول تاریخ با وجود این همه شبهاتی که دشمنان دید، اسلام با زور بوده، با شمشیر بوده، با قتل بوده، با فلان بوده، این بوده، اون بوده، جنایت بوده فلان، اما بیارن یک واقع که اسلام گفته باشه. اما مثلا عملکرد بعضی از مسلمان ها به معنی نیست که اسلام گفته. در کجای قرآن و سنت گفته که مسلمان باید متجاوز باشه، مسلمان باید آدم کش باشه، مسلمان باید بره بکشه، خراب بکنه؟ مسلمان ها همیشه اولین کسانی بودن که دعوت به صلح، دعوت به سلم، دعوت به آرامش، دعوت به همزیستی مسالمت آمیز داشتن. تا جایی که مورد تجاوز قرار نگرفتن هیچ وقت بر کسی حمله نکردن. گاهی اوقات این رو باید بگم که حالا برای بعضی شبهه ایجاد نشه، مسلمان ها وقتی که در جهاد به سرزمین هایی که حتی بر اونها حمله نکرده باشه حمله میکنن، به خاطر غنیمت، به خاطر گرفتن برده و کنیز و غارت کردن نیست،
به خاطر آوردن عدالت در بین جوامع اسلامی است، جوامع غیر اسلامی. هدف اسلام آوردن عدالت است، اعلای کلمت الله است. هدف غنیمت نیست، هدف فتوحات نیست که والا چند 100,000 کیلومتر فتح شد و برای کار خیلی بزرگی. هدف فتح نیست، هدف آوردن عدالت، توحید و یکتاپرستی در بین انسان هاست. به خاطر همین وقتی که میگه دشمن مایل به صلح شد، شما هم صلح بکنید. نمیگه نه شما برید بزنید. و توکل علی الله، بر الله توکل بکنید. انه هو السمیع العلیم، الله سبحانه و تعالی شنوای دانا هست. پس وقتی که دشمن تقاضای صلح میکنه، شما صلح بکنید. و امروز باور کنید من در جمع تعدادی از علما و عزیزانی که از کشورهای مختلف، شاید بیش از 35 کشور دنیا از علما و دعوتگران چند روز قبل بودم، همه اینها متفق بر این بودن که بعد از حملات 7 اکتبر و جنایت هایی که در غزه رخ داد، توجه به اسلام، درخواست ترجمه های قرآن کریم به زبان های مختلف، مسلمان شدن انسان های عالم، دانشمند و شخصیت های بزرگ در سراسر دنیا، تماس گرفتن برای آشنایی با اسلام. تصور کنید یک مؤسسه ای هست به نام رکن الحوار. من این رو خدمت شما سایتش رو در اینجا نشون بدم. اینشو سایتش باز باشه من برای شما انشالله این نشون خواهم داد. در این مؤسسه بخش‌های مختلفی دارن که به زبان‌های مختلف مردم رو در سراسر دنیا دعوت میکنن به سوی اسلام. من لینکش رو دوستان عزیز این صفحه رو اگر نشون بدن، این کلمه رکن الحوار رو اگر بنویسید، طبیعتاً به زبان‌های مختلف دنیا هست. صفحاتی دارن که 24 ساعت دعوتگران نشستن به زبان‌های مختلف صحبت میکنن با کسانی که در مورد اسلام میخوان اطلاعات حاصل بکنن. رئیس این مؤسسه میگفت که قبل از 11 اکتبر ما مثلا روزانه 3000 3500 نهایتش 4000 نفر تماس می گرفتن از کشورهای مختلف دنیا. بعد از 11 اکتبر تعداد کسانی که روزانه در مورد اسلام میخوان اطلاعات حاصل بکنن به بیش از 30,000 نفر تا 40,000 نفر رسیده و در هر دقیقه 1 نفر 2 نفر مسلمان میشن در سراسر دنیا. شما وارد این سایت بشید، میتونید که بخش‌های مختلفش رو حتی به شکل دیجیتال نشون میده که در هر لحظه چند نفر مسلمان میشن. ببینید بعضیا همه چیز رو گفتن بر اساس مادیات میسنجن. شهر غزه خراب شد، 60-70 هزار نفر به شهادت رسیدن. الله سبحانه و تعالی ببینید که به وسیله این واقعه میلیون ها انسان دیگر رو از آتش جهنم نجات میده. گاهی اوقات شهادت یک مسلمان سبب میشه که هزاران کافر دیگر مسلمان بشن و این معادله رو فقط کسانی درک میکنن که مؤمن و مسلمان باشن، به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشن. بر صورت الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که وقتی که اونها درخواست صلح کردن، شما صلح بکنید، متجاوز نباشید. بعضیا میگن که فریب کاریست، این دسیسه است، توطئه است. دقیقاً آیه بعدش همین را الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه. و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله. و اگر که بخواهند شما را فریب بدهند، تو را یا رسول الله فریب بدهند،
خدا برای تو کافی است. میگن که انا اريد و انت تريد والله يفعل ما يريد. من یک چیزی میخوام، تو یک چیزی میخوای، ولکن الله اون چیزی که خودش بخواهد را انجام میدهد. گاهی اوقات اونا فکر میکنن که میخوان فریب بدن، میخوان مسلمان ها رو بر علیشون توطئه بکنن، اما الله سبحانه و تعالی میگه که فإن حسبک الله، الله برای تو کافی است. ما همیشه نمیگیم حسبی الله و نعم الوکیل. الله برای ما کافی است. الیس الله بکاف عبده، آیا الله برای بندش کافی نیست؟ بلکه کافی است. و اگر که بخوان شما رو فریب بدن، الله برای تو کافی است. اما این به معنی نیست که مسلمان احمق باشه، مسلمان از زیرکی و هوشیاری استفاده نکنه. به این معنی نیست که مسلمان فریب بخوره. نه، مسلمان باید زیرک باشه، هوشیار باشه، توکل به الله. به این معنی نیست که تو برو با وجودی که میدونی که مثلا دشمن داره توطئه میکنه، داره تو رو فریب میده، تو فریب بخوری بری گوشی بشی بگه من توکل. نه، مسلمان باید زیرک باشه، هوشیار باشه، از دسیسه ها و توطئه های دشمنان باید آگاه باشه. به صورت این جواب سوالی بود که برادر عزیزمون پرسیدن و سوالی که در ذهن خیلی از جوان ها هست. خب بعد از 2 سال این همه شهادت، این همه خرابی، این همه ویرانی، دستاورد چی شد؟ ببینید دستاوردها رو گاهی اوقات 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، حتی در زمان داستان شیخ الاسلام ابن تیمیه رو خدمت بیان کردم. خیلی ها گفتن که چه نیاز است، یعنی تو این همه ضد داری میکنی با اینها، فکر کن بابا، برو باشون راه بیا. یا آمدن به امام احمد بن حنبل گفتن که در مورد قضیه خلق قرآن مدارا کن باشون، هم یه چیزی بگو، خودت آزاد بکن. اگر اونا اون روز مدارا میکردن، اون سختی ها رو متحمل نمیشدن، شاید امروز نصف امت اسلامی گمراه می بود.